سلام دوستان، به پارت دوم از آموزش نرم‌افزاری براش خوش اومدیم. امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری شکلی که روی صفحه داریم مووش بکنیم و دور تا دورش بچرخیم یا جابجاش بکنیم از روی صفحه. در مرحله اول میخوایم فقط دور شکل بچرخیم. توجه داشته باشید که براش کارمون باید خارج از محدوده شیپمون باشه، یعنی این قسمت هایی که خالی هست. وقتی قسمت خالی کلیک چپ میکنیم و درگ میکنیم میتونیم دور تا دور شکلمون بچرخیم، حتی بالا و پایین کارم ببینیم. ولی اگر بخوایم شکل کارمون رو جابجا بکنیم، کلید آلت رو از روی صفحه کلید میگیریم و شروع میکنیم به جابجا کردنش. همونطور که مشاهده میکنم من خیلی راحت میتونم آلتو گرفتم جابجاش بکنم. یک دونه شیفت اس میذارم از روی صفحه کلید، میارمش اینور، یک تصویر شبیه ازش میسازم، از نیمرو نگاه میکنم، دوباره شیفت اس رو میزنم و میارم بالا کارم و کمی کوچیکترش میکنم. از نیمرو دیگه هم شیفت اس رو میزنم. حالا ما برای اینکه بخوایم کارمون رو بزرگ یا کوچیک بکنیم باید چی کار بکنیم؟ کلید کنترل از روی صفحه کلید رو میگیریم. همونطور که میبینید آیکون براش من الان زرد شدش، حالت ماسک شدش. کلیک راست رو از روی قسمتی که خالی هست درگ میکنیم. همونطور که میبینید میتونیم بزرگ کوچیکش بکنیم. اگر کنترل رو ول کنیم اصلا نمیتونیم بزرگ کوچیک. اگر دوباره کنترل رو بگیرید میتونید دوباره بزرگ و کوچیکش بکنید. و اما برای از بین بردن این شبه ها گفتم که بعد کلید کنترل اینو از روی صفحه کلید بزنید. یکی دیگه از مباحثی که امروز قرار بهتون یاد بدم رندر گرفتن یا به اصطلاح خروجی گرفتن از کارمون هستش. اونم با کیفیت عکاسی و اینجور چیزا، کیفیت بالا. اول از همه ما میام قسمت متریال، قسمت خیلی مهم از کارمون هست. متریال رو میاریم، متریال که مد نظرمون هست رو انتخاب میکنیم. به عنوان مثال من استیل رو انتخاب میکنم. بعد میام تو قسمت لایت باکس و رندر ست رو انتخاب میکنم، منوی رندر ست. از اینجا میتونید مود رندری که میخواین رو انتخاب بکنید. من به عنوان مثال ریل اوورلی رو انتخاب میکنم، یه بار رندر میگیرم. خیلی کارم قشنگ شدش و میتونم توی فضاهای مجازی یا سایت های مختلف این کارم و این عکسش رو بذارم و فایلش رو به فروش بذارم. از این قسمت کالرش هم انتخاب بکنیم. به عنوان مثال من قرمز میکنم، دوباره رندر دیگه بگیره. بسیار زیبا. حالا یه مود رندر دیگه هم روش امتحان میکنیم ببینیم چه جوری میشه. دوباره رندر میگیریم. این نوع رندر روی کارهایی که بیشتر جزئیات داره مشاهده میشه. حالا من مود رندریمو دوباره عوض میکنم، میارم روی حالت شیشه قرار میدم. بسیار زیبا. پس چه نتیجه میگیریم از رندر و متریال؟ رندر باعث میشه که ما بتونیم کارمون رو حالت عکاسی شده و فاینال شده دریافت بکنیم. و اما متریال کارش چیه؟ متریال به ما کمک میکنه که بتونیم برجستگی ها و فرو رفتگی های کارمون رو با دقت خیلی بیشتری مشاهده بکنیم و خیلی به ما کمک میکنه توی طراحی.
چرا که اگر متریالی نباشه کارمون دقیقا همین جوری که الان میبینید بیرنگ و لعاب میمونه، بیرنگ و لعاب میمونه و آنچنان کمکی توی طراحی به ما نمیکنه. بذار یه مثال بهتر براتون بزنم. به عنوان مثال این متریال، اگر این متریال پیش‌فرض خود زد براش باشه، حالا بذار من روی یک گویی چیزی بهتون معرفیش کنم. به عنوان مثال فرض کنید که این یک متریال پیش‌فرض خود نرم افزار زد براش باشه. من بخوام روش حجاری چیزی انجام بدم اصلا مشخص نمیشه. الان میبینید من اینجا دارم با براش میکشم، زیاد چیز مشخصی به من نمیده. پس نتیجه میگیریم که متریال قسمت خیلی مهم از طراحیه. پس سعی کنید متریال خیلی خوبی انتخاب بکنید که بتونید خروجی کار خیلی خوبی که به عنوان مثال این متریال دو بعدی اصلا هیچی ازش مشخص نیست. من بخوام روی این طراحی بکنم، اسکالپ بکنم، چهره چیزی بخوام طراحی بکنم، اصلا هیچی به من نشون نمیده. پس من بهتون متریال های پیشنهاد میدم به عنوان مثال بیسیک متریال 1، بیسیک متریال 2 و بیسیک متریال بی. اینا یکی از بهترین متریال هایی هستش که خود زد براش به ما ارائه داده و میتونیم ازش استفاده بکنیم. و اما میخوام کلیدای پیمایش، کلیدای میانبر بهتون یاد بدم که چجوری من الان از روی صفحه براشم بزرگ یا کوچیکش میکنم. اگر میخواین که براشتون رو بزرگ یا کوچیک بکنید بدون اینکه کلید اسپیس رو نگه دارین و دراگ سایز رو بخواین کوچیک و بزرگ بکنید یا از این قسمت دراگ سایز رو بخواین بزرگ و کوچیک بکنید، شما فقط کافی که از روی صفحه کلید اس رو یک بار بزنید، از این قسمت میتونید خیلی راحت براشتون بزرگ یا کوچیک بکنید. و اگر بخواین حساسیت قلمتون رو به عنوان مثال نگاه کنید، من اینجا الان اینتنسیتی براشم روی 25 هستش. بیام کلید یو رو بزنم، میتونم اینتنسیتیشو ببرم روی 50. میبینید که برجستگی کارم بیشتر شد. ولی اگر بیام یو رو بزنم از روی صفحه که فقط یک بار بزنیم، نیاز نیست روش نگه دارم، فقط یک بار میزنم از روی صفحه کلید، میارمش روی به عنوان مثال 10. میبینید که آنچنان برجستگی به ما نداده. و اما فوکال شیفت، تیزی یا نرمی براشمون. به عنوان مثال من الان این اینتنسیتیشو بیارم روی C. الان من اینتنسیتی براشم آوردم روی C. الان من اینتنسیتی براشم رو آوردم روی C گذاشتم. حالا میخوایم نرمی و تیز بودن براشمون رو تست بکنیم. روی صفحه کلید او رو میزنیم، فوکال شیفت. من میخوام الان منفیش بکنم. وقتی که منفی بکنم نرمی براشم بیشتر میشه. مشاهده میکنین؟ میبینید؟ براش نرمتری دارم. ولی اگر بیام همین منفی رو مثبت بکنم، میبینید که براش خیلی تیزی داریم. فو رفتم، حالا بزنیم ایجاد بکنیم. یه نکته فراموش کردم بگم بهتون. اگر دارین از براش استفاده میکنین، به عنوان مثال من الان دارم جهات برجسته مانندی میکشم با براشم، میخوام حالت فرو رفته باشه. چیکار میکنم؟ دو تا راه داریم. یک راه اول این که از این قسمت زیاد و زیساب ما گزینه زیساب انتخاب بکنیم و بکشیم، همونطور که میبینید فرو رفته است. گزینه دوم اینه که از روی صفحه کلید آلت رو نگه داریم
و بکشیم. همونطور که مشاهده میکنم الان آلتو نگه نداشتم برجسته است، آلتو نگه دارم فرو رفته میشه. مشاهده میکنید و راحت ترین روشش هم همین کلید آلت هستش، چون همیشه دم دسته دیگه نمیخواد این بالا نیم ساعت دنبال زیساب و زی اب بگردیم. و اما یک نکته دیگه، این فوکال شیفتش رو بزنم روی فوکال شیفتمون رو بزنیم روی 0، اینتنسیتیمون رو بزنیم روی 50. خب و اما میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری یه خطی که اینجا داریم و خطی که اینجا ترسیم کردیم عادت اسموز بدیم سرشون، یا هم به عنوان مثال پولیشش بکنیم. براشمون رو میارم اون قسمت که میخوایم پولیش بشه، کلید شیفت رو از روی صفحه کلید نگه میداریم. همونطور که مشاهده میکنین براش من الان رنگش عوض شد، رنگش آبی شد. این قسمت درگ میکنیم میکشیم، مثل اینکه داریم با قلم میکشیم. مشاهده میکنید الان یکم نرم شدش و شکل گرفتش، دیگه انگار الان جزئی از گویه که اومده بیرون و اینجا بر خودش مانو افتاده. از همین طریق میتونین برای خودتون حالت بافت پارچه بدیم، به عنوان پارچه هایی که هستن قسمت هایی تا میخوره یا دوچار چروک شده، میتونید از اون قسمت استفاده بکنید. پس نتیجه میگیم که چی میتونید از براش استاندارد برای قسمت هایی که میخوان حالت چروک یا موارد دیگه استفاده بکنید. براش استاندارد توی طراحی های عادی و حرفه‌ای خیلی به درد میخوره. تو پارت های آینده بهتون نشون میدم که براش استاندارد چه قابلیت هایی داره و میتونید ازش به عنوان چه چیزهایی استفاده بکنید. ممنونم که تا اینجا همراه من بودین. لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نشه.